بیا مو هم وخت بخیر د خبرونې په دې برخه کې په دې موضوع باندې راټولو چې هغه موضوع چې د ډیرو په ذهنونو کې سوالونه را پیدا کړي دي. تقریبا ډیر وخت کېږي چې د سولې مذاکره او د سولې دغه خبرې روان دي، خو نتیجه یې په هغه اندازه باندې نه چې ملت ته د قناعت وړ واوسېږي. په دې وروستیو کې ښځو هم خپل غږونه پورته کړي دي او هغوی هم هڅه کوي چې هغه خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسوي، خو تر دې دمه پورې داسې خاص مثبت ځواب یې نه دی اخیستی. دا چې په دوحې کې د ښځو په اړه باندې څه روان دي او همداراز تر څنګ یې څومره کولی شي دغه کسان چې په مذاکرې په پلاو کې ګډون یې کړی دی د ښځو استازیتوب کوي، څومره په دې باندې توانېدلي دي چې د ښځو غږ جګ کړي، هلته د هغوی حقوق په ښه ډول سره واخلي. تر څنګ یې دلته افغانې مېرمنې په کوم باور باندې دي؟ آیا هغه کسان چې په دغه مذاکرې په پلاوي کې دي د ښځو د حقوقو په خاطر باندې، هغوی کولی شي چې د ټولو مېرمنو استازیتوب وکړي؟ د دوی باور ورباندې شته دی نشته دی؟ اوس دلته افغان مېرمنې په کوم باور باندې؟ پر دې او دې ته ورته موضوعاتو باندې له اغلې فوزیه صاحبزاده سره غږېږو، غواړو چې له دوی سره بحث او خبرې وکړو. ستړي مه شئ او ښه راغلاست. سلامت باشین. سلام عرض میکنم حضور شما و حضور هموطنان عزیز ما. امیدوار هستم یک سال خوش آغاز. شما را باز هم خوش آمدید میگم بانو فاضله. میشه بر ما بگوین که خانم ها نیمه پیکر جامعه را تشکیل میده، یا وقتی که اینا جامعه را تشکیل میدن پس باید چی کار بکنن برای سال که موثر باشه، بی نتیجه نباشه مثل دیگران؟ در مجموع سال یعنی منای ایره میته که آشتی در مقابل جنگ و از دوردست ها به این طرف بشر کوشش میکنن که در فضای صلح و امنیت و همزیستی زندگی بکنن و دور از جنگ. وقت سال باشه ما امنیت می داشته باشیم، وقت سال باشه جوانا میتونن تحصیل بکنن، وقت که سال باشه زمینه کار برای جوانا مساعد می باشه و سهولت های بیشتر ما می داشته باشیم، میتونیم که بر یک فرهنگ بسیار خوب و بالای دست پیدا بکنیم. ولی بدبختانه 4 دهه جنگ که در افغانستان است، حتی امو فرهنگ و عنعنات و رسوم ما را از ما گرفته، مهاجرت های غیر قانونی، سفرهای غیر قانونی، سفرها به کشورهای منطقه، تمام افغانستان به شمول تمام افغانستان، 34 ولایت افغانستان، تمام اقوام افغانستان تغییرات در زندگیشان، در فامیلایشان به وجود آمده. حتی تاثیرات بسیار منفی بالای روحی جوانان، بالای زندگی جوانان، بالای رسوم جوانان داشته. و میایم سر موضوع خانما نیمه پیکر جامعه هستند. زنها وقتی که در یک خانه می باشند آبادی خانه می باشند. در جامعه هم چنان 4 دهه جنگ ناامنی بیشتر بالای خانما کار کرده، بیشتر بالای روحیشان تاثیرات منفی داشته. خانما نتانستند که سواد بیاموزند، نتانستند که بیشتر از خانه براین، نتانستند که با زندگی خود و با هدف خود برسند، از هدف خود به دور ماندن. و امروز که یک دستاورد و یا یک برنامه‌ای که به نام سال روی دست گرفته شده، این یک موضوع خیلی مهم و اساسی بالای زندگی خانم‌ها هست. از هر طبقه ولی بالای زندگی خانم‌ها بیشتر و بیشتر است. ولی ما می‌خواهیم که جامعه جهانی که همیشه اعلان می‌کنن که ما حمایت می‌کنیم از خانم‌ها، حق و حقوقشان، حق اساسی و قانونیشان برشان باید داده شود. ما می‌خواهیم که در شعار باقی نمانه. تا امروز خب فقط شعار بوده، عمل نبوده، ولی ما می‌خواهیم که بعد از این شعار نباشه، عمل باشه، در عمل پیاده بکنن، ولی عملاً به اشتراک بگذارن از طریق رسانه‌ها. ما ببینیم که یا واقعاً برنامه‌ای که امروز روی دست گرفته شده این واقعاً به نفع خانم‌ها هست یا به سرنوشت خانم‌ها بار دیگه معامله صورت میگیره. واقعا در تیم مذاکره کننده در هیئتشان نماینده های خانم‌ها هم هستند. خوشبختانه در هیئت افغانا، بدبختانه در هیئت طالبان ما نداره. تا هنوز یعنی او هم از خانم‌ها به او اندازه صحبتی نکردن، یعنی به او اندازه میگن که ما حقوق میتیم اما معلوم نیست که چگونه حقوق هست. نگرانی ها در افغانستان چی هستند و خود خانم‌های افغان که در اینجا حضور دارند چی نگرانی ها دارند در قبال پروسه صلح و همچنان تیم مذاکره کننده؟ اول از اینکه گفتگوهای صلح آغاز شد، مذاکرات بین الافغانی که آغاز شد، این اما راه و روش و طریقیش درست نبود.
اگر قرار می بود که واقعا برنامه سال باشه، باید اول اجماع ملی داخل افغانستان ساخته میشد، بعد از آدرس اجماع نماینده تعیین میشد، رایزنی ها صورت می گرفت، از طریق از این نماینده ها باید میرفتن به دوحه. ولی اینجا آمدن چند فرد سیاسی، هم از طریق هم از طبقه خانم و هم جوانا و هم افراد دیگر که در این دست هستند، چند فرد سیاسی آمدن با معاملات سیاسی خود رفتن به میز مذاکره نشستن همراه طالبان. خب میمانیم طالبا را به کار خودشان، ولی ما صحبت میکنیم از آدرس نظام خود ما، از آدرس رئیس جمهوری خود ما، حکومت افغانستان ما صحبت میکنیم، از آدرس نماینده خود ما صحبت میکنیم. وقتی نماینده ما اونجا است، باید ما نماینده ای داشته باشیم که در مقابل از یا حساسیت ها وجود نداشته باشه، ولی امروز نمایندهایی که اونجا هستند حساسیت بیشتری در مقابل از یا وجود داره و اینا حزبی هستند، اینا سیاسی هستند، اینا در بیشتر موارد دخیل بودن در افغانستان که هیچ فرد افغان نمیخواد که چنین افرادی بیاید با سرنوشتشان تصمیم بگیره. به این خاطر در این 3 ماه دور مذاکرات هم که بین ازیا صورت گرفت، خانما شاید جدیت نداشتن، شاید هم نتونستن که از حقوق خودشان و حقوق دیگر خانما دفاع بکنن و حق خود درست خواسته ندانستن. به می خاطر موضوعات هم که اونجا مطرح شد، فقط گفته میشد که ما تاکید میکنیم بالای حقوق خانما، ولی بعض موضوعات هم اونجا مطرح میشد واقعا قابل تمسخر است که ما هیچگاه یعنی یک موضوع سیاسی به سطح بین الملل، یک برنامه صلح و چنین حرفای اونجا دیگه این جای شرم است که ما میشنویم. به این خاطر خانما نتونستن که اما موثریت خود اونجا نشان بدن که واقعا موثر واقع شدن. طبعا که موثر واقع نشدن. این رضایتمندی به اون اندازه که باید می بودن نیست. نه خیر، رضایتمندی به هیچ صورت وجود نداره و نگرانی ها بیشتر از این است در بین خانم‌های افغانستان. درست است که ما چند خانم را داریم که اینا جامعه مدنی هستند یا فعال هستند یا خبرنگار هستند، رسانه‌ای هستند، ولی ما خانم‌های بیشتری را داریم، دکترها هستند، خانم‌هایی را داریم که معلمین هستند. عملاً ما در 34 ولایت افغانستان و یک چیز دیگه میگن که ما خانم‌هایی را انتخاب کردیم که فهم دینیشان خوبتر باشن، چون استدلال کرده بتونن. اونجا طرف مقابل از نگاه دینی میخواین که زیر تاثیر بیارن. ما میگن که اشخاص را انتخاب کردیم که فهم دینیشان خوبتر باشن. حال انتخاب شدن، حال رفتن در دوحه هستن. در اینجا برای خانم‌های افغان چی لازم است؟ چی باید کرد تا اینکه صدایشان را به درست یعنی با واقعیت برسانند اونجا، به کسایی برسانند که وا عملا دخیل هستند؟ موضوع اولی که بیایم حقیقت بگوییم، جنگ ما جنگ دین نیست که ما موضوع دینی انتخاب بکنیم. خب طرف مقابل این موضوع را پایین خب ما نباید تمام موضوع طرف مقابل اگر قرار باشه که بسل تن بده، باید اونا از خودگذری داشته باشن. اما استدلال همیش نمیشه. بله همیش نمیشه که اونا بیاین پافشاری بکنن برای خواسته های خودشان. موضوع بعدی که الحمدلله در افغانستان اگر ما یک طفل 7 ساله یا 4 ساله را بپرسیم از دین آگاهی کامل داره و اطفال ما از سن 3 سالگی به مسجد میروند، به مدرسه میروند، در مکاتب ما دروس دینی فرا گرفته میشه. به این خاطر هیچ فرد افغان نیست که درباره دین چیز نفهمه. باز وقتی که سطح سوادشان بالا میره به سطح دانشگاه، به سطح دکترا و ماستری، اونا خود طبعا که درباره دین میفهمن. ولی ما اگر بیایم بگوییم که ما درباره دین نمیفهمیم، فقط همین چند فرد که رفته میفهمه، خب برای مسئله استدلال است ما جای شرم است. با جانب مقابل استدلال کرده بتونن، یعنی با اما فهم دینی به این معنا که بتونن که واره قناعت بکنن. موضوعاتی که اونجا مطرح میشه هر فرد افغان میتونه استدلال بکنه، هر فرد افغان میتونه قناعت بده. به نظر من از یا که شاید ما افراد نابغه داخل افغانستان داشته باشیم ولی انتخاب نشدن به خاطر از اینکه اینا سیاسی نبودن، اینا بک‌گراند سیاسی نداشتن، اینا سپورتر حمایتگرای قوی خوب در پشت سر خود نداشتن. به این خاطر اینا انتخاب نشدن و ما افراد که خوبتر بودن از احزاب بودن بله اینا انتخاب شدن. موضوع دیگری که شما گفتین چی باید صورت بگیره به خاطر خانما، اولتر از همه آل اینا انتخاب شدن و 3 ماه هم گذشتاندن. اگر ما بیایم بگوییم که اولا باید از یا سوال صورت بگیره که اینا در 3 ماه چی دستاورد داشتن. اول بیان دستاورد خود در مقابل رسانه های داخلی و خارجی بیان به اشتراک بگذارن که ما در مدت 3 ماه اینی دستاوردی را داریم. ولی امروز
وقتی که گفتگوهای صلح توقف کرده یعنی به شکست مواجه شده، به ناکامی مواجه شده، یعنی اینا ناکام بودن، اینا هم ناکام بودن، اونا هم ناکام بودن. پس در این ما یک مصرف گزافی و خاک زدن در چشم مردم بوده. ولی اگر در غیر از که واقعا موضوع صلح هست و اگر بازی نیست بر ملت افغانستان، بازی صورت نمیگیره با سرنوشت مردم افغانستان، اولتر از همه خب ما باید اجماعی داخلی داشته باشیم، آدرس مشخص سرسل کار بکنه که هم از طبقه جوانا باشه، هم از طبقه خانما باشه، متنفذین باشه، علما باشه، دیدگاه های از یا گرفته شود، نظریات از یا در تمام نقاط افغانستان جمع آوری شود که اینا چی میخواین، از روی از ما پیش بریم. وقتی که ما در یک کشور زندگی میکنیم که چندین اقوام اینجا هست ولی از هر طبقه باید از هر قوم ما نظریاتشان را داشته باشیم. اینجا سال مربوط یک فرد نمیشه که یک شخص از یک قوم میره نمایندگی میکنن. نه، اینجا چندین اقوام است، نظریات همه از یا معتبر است، باید نظریات از یا گرفته شود، خواسته های از یا مورد نظر گرفته شود. چون وقت ما صلح میخواهیم ما صلح دور از تعصب و قومگرایی میخواهیم. وقت ما صلح میخواهیم ما میخواهیم که حق و حقوق هر شهروندی که اینجا زندگی میکنه، حتی سکای افغان، مورد نظر گرفته شود. این نیست که فقط چند فرد سیاسی بیاین بس 4 دهه که با سرنوشت ما بازی کردن بعد از این بازی بکنن و برای خود یک بک‌گراند بسازن. حال موضوعات بی نتیجه بودن، تقریبا بی نتیجه هستن همین صحبت های مذاکره کننده ها. برای افغانستان و همچنان برای خانمای افغان که در اینجا حضور دارن، هر نشستی که میشن بی‌باوری های پیدا کردن که این هم یک پروژه هستن، یعنی اما سوداگری هستن. چی فکر میکنین چی لازم است که در اینجا خانمای افغان چی باید کرد تا اینکه یک نوع فشار آورده باشه بالای تیم مذاکره کننده و بالای جهانیان؟ بدبختانه بالای که ما باید باور بکنیم، ما کوشش میکنیم که یک راهی را پیدا بکنیم، یک تیمی را پیدا بکنیم که واقعا صادقانه دلش به اولاد این وطن بسوزه، به نسل این وطن، به جوان این وطن بسوزه. هر روزی خونریزی را میبینن، کم رحم بکنن، به این اندازه سنگدل نباشن که تو مردی برای من چی، من زندگی میکنم، من به خون تو زندگی خودم میسازم. بیاین این کار دیگر نکنن. واقعا این بدبختانه دیگه خیلی سخت و دشوار برای ما تمام میشه و بالای روحیمو خیلی تاثیر کرده. به مرور زمان ما ممکن اصحاب خود با این وضعیت از دست بدیم. هر روز ما دیده نمیتونیم جوانای ما به شهادت برسه. موضوع دیگری که هر روز وقتی که برنامه‌ای صورت میگیره، کنفرانس‌ها، برای بعضی برنامه‌های به خاطر سالی هر موضوعاتی که چند روز بعد میبینیم در عقب از دست یک فرد میبره یک سیاسی هست و یک کمپاین است، یک موضوعی است که به نفع حزو است یا دامن زدن به خاطر خشونت‌ها است یا قومگرایی یا تعصب. ولی بیاین این کارا نکنن، اتفاق خود حفظ بکنن و همدست شوند به خاطر نسل خود، به خاطر اولاد خود. وقتی که ما هر روز اولادای خود از دست میتیم، برادر خود از دست میتیم، جوانای خود از دست میتیم، این برای ما خیلی دردآور است. من حیث مادر، من حیث خواهر، من حیث زن که سمبل عاطفه و مهر و محبت است، اینا بیاین از همون مهر خود کار بگیرن، دیگه نروان به هر طرف، فریب نخورن، پروژه‌ای کار نکنن، عملی کار بکنن، صادقانه کار بکنن، به خاطر آینده وطن، آرامی وطن و آرامش مردم ما کار بکنن. بسیار سپاس. سلامت باشین از اینکه اومدین دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر از شما. هیجان مرا یک گپ زدن نمون کلن سوالای خود را گفتن به اندازه درد داشتن موضوعات گفتن که یعنی من میخواستم که مداخله یعنی کلن از کلی جواب دادن و سوالاتی پیش ما بود اونا را هم جواب دادن. در افغانستان هم چون اگر جوانا هم هستن فروخته شدن، اگر خانم‌ها هم هستن پروژه‌ای کار کردن، یعنی موضوعاتی هستن که واقعا این موضوع خیلی زیاد مهم است و ما که حالت را میبینیم هر روز یعنی به خاک خون کشانده میشه. هر روز ما میبینیم که جوانای ما را از دست میدیم، اما کسایی هم هستن که گفتی فوزیه جان میان از صلح پروژه جور کردن و پول میگیرن و یک چند تا برنامه را میگیرن، خلاص پولشون را میگیرن و آینده خود و آینده اولادای خود در نظر نمیگیرن که در آینده چی خواهد شد. سلامت باشین از اینکه اومدین دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت باشین. از شما ولی بدبختانه مسئله است. با امید از اینکه یک راه حل برش پیدا شد. ولی راه حل به دست خود ما شما. سلامت باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. وقتتون بخیر. باز هم با ما باشین.
غور به معنای کو که نام ولایتی در شمال غربی غوربند است و غوربند به معنای کوهستانی در راه غور است. این ولسوالی تقریبا نصف ولایت پروان را از نظر مساحت و نفوذ تشکیل می دهد. پیش از افتتاح تونل سالنگ این دره شمال را به جنوب وصل می نمود و تمام کاروانهای تجارتی از این دره می گذشتند. اما پس از افتتاح تونل سالنگ از شهرت این را کاسته شد. این دره زیبا و سرسبز که توجه گردشگران و سیاحان را به خود جلب نموده است و بیش از کودتای ماه سور روزها صدها نفر خارجی و داخلی برای تماشای مناظر دلربای طبیعی به این دره سفر می کردند. در سال 1395 امین الله هاشمی باشنده غوربند یک اپلیکیشن به نام غوربند برای گوشی‌های هوشمند ساخت که تمام اطلاعات مربوط غوربند همراه با تصاویر در آن قرار شد. مردم این دره از اقوام تاجک‌ها، هزاره‌ها و پشتون‌ها هستند. همچنان یک عده سادات نیز در این دره زندگی می‌کنند که از احترام و عزت ویژه‌ای نیز سایر مردم برخوردار می‌باشد. غوربند تاریخ دیرینه‌ای دارد. جهانگشایان بزرگ چون اسکندر مقدونی، چنگیز و دیگر در این دریا به شکست مواجه شدند و در جریان اشغال افغانستان توسط روس‌ها مردم این دره تلفات زیادی را متقبل گردیدند. روس‌ها چندین بار در این دره هجوم آوردند اما با مقاومت شدید مردم این مرز مواجه شدند. سرانجام سال 1360 خورشیدی روس‌ها میتوان مقابله را از دست داد و مجبور به ترک این دیار شدند. پیداوار مهم این دره را زردآلو، بادام، سیب، انگور، توت و غیره تشکیل می‌دهد. چون غوربند یک دره کوهستانی است، مردم آن شغل دهقانی دارند، بنابر از نظر اقتصادی بسیار فقیر می‌باشند.